تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوانی ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده، حکایه‌های دلپذیری را در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان می‌رسانیم. سر احمد مردی بود بی بخل و بکینه، کسی را آزار نداده بود، ولی آزاری زیادی کشیده بود. هرچی بدی دیده یا شنیده بود میگفت خدا توفیقش دهد. زیر این جمله چی معنای نهان بود؟ خودشو خدا ندانند دیگری نمیدانست، دانسته هم نمیتوانست. چگونه میشود برابر به بد و نیک، دوست و دشمن برابر بخواهی؟ نامی اصلیش از یادها رفته بود. با لقب سرمرد در سالنامه سرمده عمری جاودانه یافته بود. کودکان به پالیزی خربوزه می در آمدند، دزدی می کردند، می دید و دعا می کرد خدا توفیقتان بدهد. تعجب می کردند مردم که چرا گوشتابش نمی دهی، چون این آسان رها می کنی. آرام پاسخ می داد خدا توفیقشان داد. یک دو هندله بردند، اگر همش را می بردند چی می کردند؟ چارپایان به اسپیستزاری مرزش می در آمدند، شکم سری می خوردند، پشتی سر می خارید و با اندوه می گفت خدا توفیقشان دهد. می پرسیدند چرا اینطور می گویی؟ می گفت خدا توفیقشان داد و پر نخوردند. اگر پر می خوردند و شکم کف می شدند توانشان مگرم به گردن من بود. بار اشتباهاً به جای مرغ خود مرغ همسایش دمدار را برای مهمانان سر زد. اشتباه چون بیگاه آشکار شد از همسایه خواهش کرد که به عوض مرغش هر مرغی را می‌خواهد از کتک او ببرد. دمدار هم 2 مرغ را برد. مرغ من بس فربه بود و مرغای تو همه خرابند. هم بیچاره را زیر مشت و لگد گرفت. وقتی دمدار او را به زمین خوابانیده کتک میزد، از زیر فقط یک آواز بلند میشد خدا توفیقت دهد مردک، خدا توفیقت دهد. حیرت زده از او پرسان میشدند که چرا خود را حمایه نمی کردی؟ جوابی مشت و لغتش را نمی دادی، برعکس توفیقش را می خواستی؟ لاخیدانه جواب می داد گناهگار بودم، به حمایه خود و آزار او حق نداشتم. خدا توفیقش داد، ضربه هایش سبک آمد، زخم نبرداشتم. و این واقعی که سببی آوازه و قصه ها شد آغاز تابستان رخ داد. سرمرد در فکری مهمانخانه افتاد. خیشتم ریخت، بالا رو و سهم فراهم آورد، از کوه پشته برای ته کرسی سنگم کشید. اما همین مانده بود که استا شاهک را دعوت کند 10-15 نفر را بحشر خواند و در 2-3 روز صاحب مهمان خانه شود. همین طور هم کرد. استا شاهک آمد، چند جایی که سرمرد برای ته کرسی نشان داد خوش نکرد، جای را خود برگرد.